قشلاق داغستان داغستان هم دراز همین دراز اینه کمپلکس اون مردم اینه جای گاو پسر کلان یکای تختاسن مکتب عالی رو در پایتخت ختم میکند و تقاضای تقدیر و همان زمان در خود پایتخت کار میموند. شاید او یگانه آدمی بود از اون مضافات که در پایتخت صاحب خانه و در صاحب جای کار میشود و بعدی چندی پسرش پدر رو بازو با پایتخت میبرد. اون وقتا با پایتخت رفتن و از اون محل مهمانی نشستن یا گشت و گذار کردن خیلی رسم نبود، چون که امکانی رفتن نبود. ولی به خاطر اون که اون مرد که خوب در پایتخت کار میکنه، خانه و در دوره کودک سنگش برده است، برای این پدرش میبرن نشون میتو. بعد سال دیگر امکانی اومدن نمیومد، چون که او در بانک مرکزی کار میکرده است. انا با سویت قشلاق زنگ میزند، تعیین میکنه که انا پدر و مادر او را با پایتخت فرستند. ضرورت پیش آمده است باید پشتامن با کلینش باشد. نماینده سویت قشلاق میآید و میگه اکای تختاسیان بچه زنگ زد، تعیین کرد که زن تا گرفته بری، چون که ضرورتی مامدایگی پیش آمده است و پسر تعیین کرد که باید حتما بچه‌م همینجا باشد. این طرف فکر میکنه و طرف فکر میکنه که هیچ نمیشود. بعد مجبور میشود زنش هم میگیرد و با پایتخت میآید. خیلی اون تخمینا میدونسته است که خانه پسرش در کجا است. به هر حال میرسند، دیدیلم میشود. همون ایستگاه بسیار خوب به خاطرش مانده بود است و اویلش در همون ایستگاه میشنونه و میگه که زنه تو همینجا بیست، من حوض خونه بچت میرم، بچت روی میکنیم یا کلین میان یا که نبیرود میان، من گرفته میبرنه. میرود اولا خونه رو نمیابد، این خونه میدرد اون خونه میدرد، تو اون در اومدگاه یعنی پدیز در میروید میابد با سه ماشونه به خونه فرزندش میرسه که مونده و شلپر میشود و حتی کمتر عصبی هم میشود. میدره که کلیم شو خوش استقبالش میکنن، نبیره هاش گردش چرخ میزنن، ای خاطرش میبروید که اویلش در ایستگاه های یک پیاله چای میگیره، آدمی شلپر سرش میمونه، خوش میبره که پسرش بیگه های کار میآید، میبینه پاپوشوی پدرش از اویلش میپرسه که این پاپوشوی حتما اومده است. میگه بله. بچه‌م کو؟ میگه نمیدونم، تقایم تنها آمدن. از همین گپ که اکای تختاسن ای خوب فیدور میشود، سرش میبرده میگه مرده که خوب ما تمام روز در خونه ایت خوبیم، تو نوای کار اومدی؟ میگه او اتا جون تا اینجا ایت توقع اومدی؟ که همین وقت بایدون چقدر توقع اومدم؟ من قطیوچت اومده بودم. کوچه در ایستگاه. بچه توی چی نه؟ به خاطر نرسی که کلین تا میگفتی؟ نمازو تا میگفتی میرفتن میارن. بدو میگه این بچه بیچوره دویده به ایستگاه میره و اونجا میبینه که مادرش نیست. کمپیری بیچوره 1 ساعت میسته، 2 ساعت میسته، 3 ساعت میسته که هیچ پیدا نمیشود. بعد آدمی در کوه پشته گشتگی، در قشلاق کلان شدگی زیق میشود، حتی میترسه. بعد گریون میشود که یک دهقان نمای دیگه حال احوال او را میبینه، میگه خدا تینجایی تا در تشبیه میگه که قطعی مردکم خونه بچم اومدیم، مرا قطعی چیزی چورا همینجا مونده. گفت من حاضر خونه میرم میون، رفت دیگه پیدا نشید. میگه سروغای بچه تا میدونی؟ میگه نی. در کجا کار میکنه؟ میدونی نی؟ خیلی چه شهره یکی را گفته نمیشه. بیو میگه نباشه خیلی همرو یک میکویم یکی میون اینجا میروان اونجا میروان. خیلی یک چیزی انیق ندونی در شهر که او وقت اکثریتی ساکنان پایتخت روس زبان ها بودن،
خلاصه پیدا نمیکنن و بعد از اینجا دورتر میروند از وقتش شب میشود بعد مردک خیرخواه این زن دیهاتی را گرفته به خونش میره و پگاهش با اتوبوس راه او را گردونده به خونهشون روی میکنند. اینو تمام شب میکوبند نمیوبند بعد ترس وهم در دلشون جا میگیرند با کسالخانه مراجعت میکنند با میلیسا عرض میکنند که دیگه او را از کجا میوبند. بعد پگاهش درک میوبند که این بابای تختاسین که در خواب زده بود است زنک بیچاره با همین احوال گرفتار شده بود او را گردونده دارستان روان کرد.